یعنی شما فکر میکنی اگه نماز خوبی میخونی جانشین خدا هستید؟ من که فکر نمی کنم. نمازخون تنبله، نمازخون بی فکره، نمازخون بی شعوره، نمازخون بی سواده، نمازخون ضعیفی که نمیتونه متحرکی رو، ساکنی رو در جامعه متحرک بکنه و رخداد آفرین باشه و تحول آفرین باشه، این رکعات به درد چی میخوره؟ امروز اونقدر تعداد رکعات نمازها داره زیاد میشه و روز به روز ما ذلیل‌تر داریم میشیم و اسیر دست کفار داریم میشیم. اصلا نمیخونه، با فرهنگ جانشینی خدا نمیخونه که تو زیاد نماز بخونید و روز به روز ذلیل‌تر باشی در دنیا. دیگه کجای دنیا مونده که دشمن خیمه نزده باشه و پایه هاشو نکوبیده باشه؟ جای دیگه مونده؟ یه جا مثال بزنید. شما فکر میکنید که تو مسجد الحرام هم پایگاهش نزده؟ زده دیگه، حتما با خودش بیاد، فرهنگش آمده. طرف من خودم دیدم طواف خانه خدا میکنه، جواب موبایلش هم داره میده. یعنی اونجا معنی لبیک نفهمیده. قبل از اسلام مشرکین طواف میکردن، سوت میزدن، نیمه لوخت کف میزدن، سوت میزدن. الان هم کنار کعبه سوت میزنن، موسیقی میخونن، آهنگ میزنه براشون، احرام پوشیده، لبیک هم گفته، جواب موبایل هم داری میده، همین داره میچرخه. تهاجم فرهنگی یعنی بسط نفوذ دشمن و کفر بر ممالک اسلامی. بسط نفوذ کرده، توسعه پیدا کرده، آمده تو قلب ما و قلب عالم اسلامی خیمه زده و پایه های خیمه هاش هم محکم کرده.